خداوند 4 قطره رو دوست داره. 1 قطره عرقی که از بدن مسلمان در راه خدا میچکه. 2 قطره اشکی که از مسلمان از ترس خدا میچکه. رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 3 قطره خون قربانی در روز عید قربان که وقتی قربانی میشه قبل از اینکه به زمین بچکه نزد خدا میچکه. 4 من این یکی رو میخوام. جوانا چند تا سفارش به من دادن، چند تا نامه به من دادن که چند کلمه درباره این برادرها و خواهرها بگو. قطره 4 قطره خون مسلمان مجاهد مبارزی که در راه جهاد و دفاع از شرف و ناموس دین خدا و مسلمانان به زمین میچکه. قبل از اینکه به زمین بچکه نزد خدا میچکه. اللون لون الدم و الریح ریح المسک. رنگ رنگ خونه اما بو بوی مشکه. شهید در راه خدا نه غسل داره، نه کفن داره، نه نماز داره، دفن میشه چون که نیاز نداره. برادرها و خواهرها زنده باشیم، این اخلاق رو در خودمون پرورش بدیم. شیخ شهید شیخ محمد ضیایی رحمت الله علیه همیشه این جمله رو میگفت 80% از مسلمان ها به خیرن. میگفت قدس شریف و سرهنگ و جنرال و سرباز وظیفه تهجد خان اون آزاد میکنه. و این نقطه رو میگفت که 80% از مسلمان ها به خیرن، سرهنگ و جنرال داریم، مهندس و دکتر مسلمان و با خدا و تهجد خان داریم. مشکل جامعه اسلامی 20% خرابه اما بلنگو دست 20%. اگر دولت مصر اجازه بده که این مصری ها بریزن تو صحرای سینا بعد برسن به قدس کافی شونه.